این موتور صفحه کلاجاشو باز کردیم. الان میخوایم روشنش کنیم بدون پوسته هاشو، جعب دیسکش و اینا. حالا جالبه، البته میدونم بعضی بیشتر دوستان این کار کردن، ولی جالبه ببینید. خب زیاد نذاشتیم کار کنه چون روغن نداره، شاتینش خراب میشه. وقتی استارت داشته باشه روشن میشه، بعضی وقتا روشن میشه. مثلا میذارین تو دنده راه نمیره موتور، یا دندهاش دنده میخوره راه نمیره. احتمال خیلی زیاد قیفیه یا همون جرمگیر سر میلدنگ باز شده و این دنده مقابل دیسک لیس خورده اومده اینوری، به خاطر این با دیسک که اینجا هست درگیر نمیشه و موتور روشن میشه. دنده میذارین راه نمیره. یکی از دلایلش